این تنش‌ها میان آذربایجان و روسیه چند درس برای دفاع کردن از حقوق شهروندان. ببینید وقتی که آذربایجان شهروندانش رو که دو شهرونده دارن از جانب روسیه که اون رو روسیه قانونی میشمارد، یک روند پیگیری ناعدالتی در داخل خودش میشمارد، واکنش نشان میدهد آذربایجان و علاوه بر این میاد دو روزنامه‌نگار این کشور را در داخل سرزمین خودش دستگیر میکند. این نشان داد از حماقت، ایستادگی، دفاع کردن از شهروند و از ساکن خودت میباشد. فرقی نمیکند که دو شهروندی 10 شهروندی را دارند. و اگر که ما همچون یک شهروند تاجیکستان این عمل را ببینیم و در چهره دولتدارای خود غلام پرستی و غلام بودگی را نبینیم، پس برای ما باید ننگ باشد. چرا آذربایجان بتواند از شهروندان خود دفاع کند، ایستادگی کند، ولی مقامات تاجیکستان ما خاموشی را اختیار کنند و هیچ واکنش در تحقیر کردن، در زندان کردن، در کشتن شهروندان ما انجام ندهند؟ شما عمر را فراموش کردید، یک فرزند کوچک که در فدراسیون روسیه تجاوز کرده شد و کشته شد شما فراموش کرد؟ شما مگر فراموش کردین این واقعه ها را؟ حکومت تاجیکستان در این باره چیکار کرد؟ چی کار انجام داد؟ شما فراموش کردید که وقتی در تاجیکستان به خاطر یک خویشاوند رحمانوف دو لیاچیک را دستگیر کردن، روسیه چقدر شهروندان تاجیکستان رو دپورت کرد؟ چقدر تحقیر و بازداشت‌ها در روسیه انجام شد تا اینه که دو هواپیما دو لیاچیک روسیه از تاجیکستان آزاد کرده شود. ولی وقتی چنین کارها در تاجیک در حدود روسیه صورت میگیرد، پرزیدنت تاجیکستان در تاجیکستان خاموش است و پاسخ نمیدهد. بیایید یکی از مسئله های کسانی که دو شهروندی دارن در قلمرو روسیه زندگی میکنن مسئله شون رو ببینیم. این اولین خبری است. بچه‌ها همینجا یک چیز روز یک اخبار خونده بودم، اگر صدای من باشه، صدای ما هست در یوتیوب و فیسبوک. حالا این موضوع برنامه نیست، فقط اینه که کم صحبت کنیم بعد میگردیم به موضوع برنامه. بعد من قیچی میکنم. در همین موضوعی که من صحبت کردم این نوار حدودی 3 ماه پیش است و در همین هفته گذشته یا که یک دو هفته گذشته نشست‌های خبری وجود داشت، نشست‌های خبری بین کشورهای چون این حالت‌ها را نشان می‌دهد. من به سمت شما نشست‌های خبری بین کشورهای بین ساختارهای حکومت تاجیکستان وجود داشت. بعضی از حکومتداران در همین سوال که چرا شهروندان تاجیکستان به جنگ خارجی میروند و شما جلوگیری کردن نمیتونید، از جمله روسیه را بیان کردند که از جانب روسیه شهروندان تاجیکستان خیلی زیاد به جنگ اوکراین میروند و مخصوصا کسانی که شهروندی دارند. این مقامدار تاجیک میدونید چه بیان کرد؟ گفت که مشکلی ندارد، گفت که این مسئله مشکل نداره به خاطر که اونا کسایی که شهروندی هستن اونا پایبندی کشور روسیه و هر کجای بروند دیگه اونو شهروند روسیه را دارن و ما به این کار دخالت کردن نمیتوانیم. اما آذربایجان کشوری که مثل همین حکومت تاجیکستان مستقل شد در سال 1991 از حقوق شهروندانی که دو شهروندی دارن دفاع کرد و به روسیه درگیر شد که دو شهروندی داشتن. ولی حکومت تاجیکستان اینجا یادم زد اخبار قبلا خونده بودم که مقامداری که در همون نشست خبری شرکت کرد گفت که ما هیچ دخالتی کردن نمیتونیم و هیچ دخالتی هم نمیکنیم و حق روسیه را هست که اینا رو بگیره به جنگ میبرن، نمیفهمم به اینجا میبرن میکشه قتل میکنن، یعنی کاری حکومت روسیه است و ما هیچ دخالتی کردن نمیتونیم و این چیز بسیار نگران کننده است. خب امیدوارم که بچه‌ها صدای ما باشد، اگر صفتی دوربینم کم خیره باشد و مشکلی داشته باشیم ان شاء الله در روند برنامه حفظ نکنه. بچه‌ها صدای ما هست ان شاء الله. برادر فرید تشکر و دیگه برادرها که صدای ما باشن در کامنتار یک ان شاء الله اشاره کنید، یک لایک هم بذارید، کم دستگیری کنید ان شاء الله که برنامه اقتراض و حقیقت ان شاء الله همین که صحبت میکنیم و شروع میکنیم و صحبت ادامه میدیم ان شاء الله. بچه ها صدا هست انشاءالله. خب بله.
خب میریم ان شاء الله شروع میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول محمد و آله و اصحابه اجمعین. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمتی همه شما همدیران و هموطنان عزیز و گرامی قدرم. امیدوارم که هر کجایی که نباشین تنصیحت و سلامت باشین. من عبیدالله سعیدی هستم و با شما در چند لحظه دیگر در برنامه قدرت و حقیقت خدمت شما خواهم بود و امیدوارم که بتوانیم چند لحظه صحبتی با هم داشته باشیم و موضوعی رو با یکدیگر شریک بسازیم و صحبت کنیم. همدیران و هموطنان عزیز، امروز من در برنامه دو موضوعی را پیرامونش صحبت خواهم کرد. موضوع اول این دشنام دادن یک کارمند کمیته دین که در سال 2018 صورت گرفت که سر و صداها در روز 2 سپتامبر راجع به این شخص خیلی زیاد شد که این نفر در حالت مستی و در حالت رانندگی دستگیر کرده شد که مست بود، که کارکنی کمیته دین است و در این موضوع خواهیم صحبت کرد و بعدا برمیگردیم به موضوع مهاجران اذیت کشیده تاجیکی و اوکراین. بسیار زحمت و تلاشی زیاد میکشند و بالای این زجر میبینند و قانون‌های نو نسبت اینها قبول کرده شدن که از سنه یکم به کار در آمدن و این قانون‌ها را ما در عموم که بسیار یک مقاله طولانی است و قانون‌ها را خیلی زیاد توضیح داده شده است و این مقاله را چکار میکنیم با هم میخوانیم و در توضیحات او با هموطنان خودی که در فدراسیون روسیه قرار دارند و با مشکلات‌های روبرو هستند و یا اینکه از این معلومات بخبر هستند به اونها خبر برسانیم و از مشکلات اونها صحبت کنیم و ببینیم که ان شاء الله ببینیم که مهاجران مهنتی بتوانند بود و باش زندگیشان را در این کشور در حدود فدراسیون روسیه قانونی بگردانند تا اینکه باز هم زیر ظلم این فاشیستا، زیر ظلم این بدبختا قرار نگیرن که آینده شما میدونید که بازم با بهانه‌های گوناگون اینها را از زجر میتین، عذاب میکتین و بالاخره فشار داده به جنگ روسیه اوکراین برده در اونجا به هلاک میرسونند و به این خاطر در این موضوع صحبت خواهیم کرد. همدیران و هموطنان عزیز و گرامی قدر، همطور که شما میدونید شوکیر خولداروف یکی از نمایندگان کمیته دین در سال 2018 به یک مسجد سفر کرد و در اون مسجد به اساس اون چیزی که گویا در این مسجد قانونی نیست اسنادهایش با کارمندان داخلی مسجد و نمازگزاران اون مسجد روبرو شد و اونها را با حقارت‌های یعنی دشنام‌های خیلی قبیح حقارت کرد و از مسجد بیرون شد و حتی در اون زمان بسیار یک حرف بد استفاده بود که تا ملای امام اون مسجد رو نیز حقارت کرد و تمام نمازگزاران اون مسجد را بسیار در داخلی مسجد یعنی در نزد حوالی مسجد از الفاظ خیلی بد استفاده بود و او چکار کرد؟ مردم خاموشی را اختیار کردن اگرچه به این روبرو شدن ولی به هر حالت هیچ اتفاقی در تاجیکستان نداد و این نفر همونطور کار خود را در کمیته دین ادامه داد و بالاخره در بعد از 1 سال 1.5 سال پس یکی از نهادهای حکومتی کمی اشاره به این کرد که او باید از کار برانند ولی تو عین حال ما ندیدیم که این نفر از کار رانده شود و یا اینی که این نفر یگان جزایی بگیرد بلکه بازم براش به نظر وظیفه بهتری دادن و بالاتر برای او جای دادن و بالاخره روز گذشته در سیدی سامانه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان یک نواری نشر شد در اون عکسی همین شوکیر خولداروف نشان داده میشد که گویا اون شخص در حالت مستی دستگیر کرده شده است که رانندگی میکنه. خب این خودش یک چند چیز رو واضح کرد که حالا اینکه به تلویزیون ایرا نشان دادن بسیار یک عملی نیکی است که چنین شخصا باید هم به جزا گرفته شوند ولی سوال اینجاست که این حالت این نفر یک انسان مینوش است در کمیته دین چیکار میکند؟ آیا کارمندان کمیته دین جای پاکدامنی، جای عزت، جای شرف، جایی که در اونجا مردم از اونجا تربیه میگیرن، یعنی نهادی که در اون نهاد به مردم معرفت، فرهنگ، رفتار و کردار می‌آموزد در حالت مستی قرار گرفته باشد، پس چگونه ما میتوانیم به این نهاد دولتی، به این نهاد حکومتی اعتماد باور کنیم که در معرکه‌های مردم میروند در اونجا امر معروف میکنن در حالت مستی قرار ندارن؟ یک زمانی من
در سامانه فیسبوک خود به یک از خانم‌هایی که سخنگوی کمیته همین دین شده بود و حجاب نداشت بسیار انتقاد کردم. بعضی از برادران ناراحت شدن و به من درگیر شدن که تو به لباس اینها نگاه نکن، به رفتار و اخلاق و کردار اینها. ما وقتی که به لباس یک انسان نظر میکنیم و از لباس او تنقید میکنیم، ما دقیقاً میدانیم که یک انسان پاک دامن حتما لباس پاک دارد. یک انسانی که قلبش تازه هست حتما لباس تازه در بدن دارد و اون فحش و فحشا را تبلیغ نمی کند. بر اساس همین ما وقتی که یک انسان را لباسش رو میبینیم، از لباسش هم دقیقاً میفهمیم که قلب این انسان تا کجا تازه است و این تا کجا پایدار دین اسلام و مقدس این دین هست. بر اساس همین ما اون زمان تنقید کردیم و از ما ناراحت شدن، ولی امروز میبینیم که همین شاکر خالداروف که نماینده کمیته دین است و برای بستن مسجد به یک منطقه رفت و در اوج الفاظ بد استفاده بود و گفته بودن که گویا که نمازگزاران ایرا به نمیفهمدن، بسیار حرف زدن که دیگر خشم خودش رو کنترل کردن نتونست. ولی ما امروز میبینیم که همین انسان واقعا بد اخلاق بوده است و انسان مینوش مدهوش و کسی که به زبان خود اومده است در حکومت، یعنی در حالت مستی به دست خورده است و دستگیرش کردن. پس همون انسانی که در گذشته ما بد اخلاق خر و ابله و انسانی ناشایستش میدانستیم و گفتیم این نفر در کوتاه‌ترین فرصت از صفوف کمیته دین خارج کرده شود و در یگان وظیفه دولتی هیچ وقت جایگاه داده نشود، پس معین بود که اون زمان ما دقیقاً حالت رفتار این شخص رو چکار میکردیم، دقیقاً میدونستیم. یعنی میفهمیدیم که این شخص انسانی نیست که در یک جایی که در اونجا علم است، فرهنگ است، دانش است، پاک دامنی است و در اونجا قرار بگیرد و در اونجا حتی کار کند، قدم خود رو بگذارد. برای همین ما این نشان دادیم را. پس وقتی که ما درباره سخنگوی کمیته دین نمیفهم هر کسی دیگه‌ای که نقطه‌ای را اشاره میکنیم، پس دقیقاً میدونیم که این نفران در آینده خود را نشان خواهند داد. میگن که پسته بی‌مغز اگر وا کند رسوا شود. و اگر شما در جای کار اومدید، در اونجا که لفظ شما، زبان شما، رفتار شما به مرور زمان آشکار کرده می شود و مردم این بد اخلاقی و بد کرداری شما رو خواهند دید. حالا بیاید ما همینجا چند مسئله رو از همین کمیته دین رو که در گذشته نشر شده بود با هم ببینیم. این مقاله ای است که من از رادیوی آزادی به سمت شما میرسونم. این مقاله رو با هم میبینیم. همطور که شما این مقاله رو در روی اکران خود میبینید، این مقاله از رادیوی آزادی است. ما به نوارهای این گوش میتیم. این نوار اولی است که از چی نشر شده است. من این را به سمت شما نشر میکنم از رادیوی آزادی. اگر صدای این نوار نباشد دوستان حتما مرا بفهمونید. این کارمند دولتی تاجیکستان که جماعت مسجد را دشنام داد، بعد این رفتارش برای صحبت با مقامات انتظامی دعوت شده است. طبق معلومات رسمی، او شاکر خالدارov مسئول بخش دین و تنظیم جشن و مراسم های جماعت چاریککاران ناحیه رودکی بوده است. این همان مسجدی است که خالدارov با نمازگزاران با لحن قبیح صحبت کرد. این مقام دولتی به نمازگزاران ای میماند که آنها پیروی حرکت ممنوع سلفی هستند، از این رو در این مسجد را باید ببندند. مسجد دهه مهرآباد 5 وقته بوده، آن از پول مردم سال 2013 ساخته شده است. با گفته ساکنان، این مسجد سرتیفیکات و اجازتنامه حکومت ناحیه و جماعت چاریککاران را داشته است. اومد گفت ما گفت بیا عجیما بیا هم تا اومد راست در اومد که در اونجا طفلاش خط در اومد گفت که عجیما بیا این طفلاش برو ورده که گفت طفلات نرار گفت هم تا بدرو گفت اینجا آدمو نماز میخونن و خیخانی خدا عیسی ما فلان کردگیم اسکندر سعیدو ساکن دهه مهرآباد است و در بحث شاکر خالدارov با نمازگزاران حضور داشت. او میگوید این حادثه تخمینا بگاه 7 اکتبر ساعت 4 به وقوع پیوسته است.
نمیدوند که نوار به شبکه‌های اجتماعی چطور راه یافته است. اگر پیشینه همه خیلی ده بچه اومد که از 4 کس اومدن 3 کس چیز دینی همین چیزی رودکی بوده. شاکر خالدارو به مقامات گفته است در حالت مستی قرار نداشت و با آنکه 2 مرتبه این مردم را برای بستن مسجد آگاه کرده بود خود را اداره کردن نتوانست. نه اول تجربه کردن تو امنیت خوشخور بوده اون دعوت کردی موضوع کرد کارش مقام جو رفته به امنیت این نوعی بود من اول خیلی تماشا کردم من اول این مدنیت بود. مسئولان محله دهه مهرآباد به رادیو آزادی گفتند که شام 9 اکتبر از مقامات انتظامی ناحیه زنگ زده گفتند که به در مسجد قلف زنند. بیایید این نکته را در نظر بگیریم که همین شخص به نمازگزاران دشنام داد و با لباسی یعنی شیمکستون و با توفلیای خود به داخل مسجد در اومد و حتی اون شخصی که در کنار او راه میگذشته است که توفلیا را اینجا بکشیم چون اینجا مسجد است و مردم نماز خانه خداست و اینجا مردم نماز میگذارند با اونها حقارت کرده است و حتی با دین و با خدا حقارت کرده است و با توفلیاش وارد مسجد شده است و بعداً با نمازگزاران نیز در بیرون در حوالی مسجد یک درگیری سخت شد و بعداً به کمیته یعنی به کمیته امنیتی دولت امنیتی ملی دعوت کرده شد و در روجه از او یک بازپرسی کردن و آیا سوال کنید من از شما سوال میکنم آیا شما فکر میکنید که کمیته دولت امنیتی ملی این نفر رو از کار راند و مسجد رو دوباره درش رو باز کرد یا اینکه برعکس شد این نفر رو آزاد کرد و مسجد رو درش رو بست؟ من از شما سوال میکنم که کدام یک از اینها شد و من بعداً پاسخ خواهم داد و برمیگردیم به اخبار دیوم و برمیگردیم به اخبار دیگری که در همین موضوع نشر شده است. این نوار دوم است و من از شما کسانی که ما را تماشا می‌دارین من از شما سوال میکنم و پاسخ بدین در نظریات اگر بچه‌ها باشند فکر نظرتون رو بگین که آیا همین شخص از کمیته دولت امنیتی ملی آزاد شد و ایونیونی که زندان کرده شد و یا در مسجد بسته شد در مسجد آزاد شد ببخشید این نفر از کمیته دولت امنیتی ملی آزاد شد و در مسجد بسته شد و یا اینکه این نفر زندان شد و در مسجد باز ماند از این دو یکیش پاسخ بدید. این نوار دوم است. مسجد ما غیر رسمی رفتیم خبرگیری که و مسجد محکم بود و 5-6 بار رفتیم اونجا فهمیدی کردیم که همین مسجد غیر رسمی است غیر مسجد رسمی نخونه خیلی نتونی رفته خونتون نخونی یگون دوای نداره این قانون است قانون سرور دولت است قانون حکومت است یا باید اجرا کردن مردم رفتیم مسجد نشون دیدم دور اومدم همش دیدم خد 5-6 آدمی که هم نفری که همونجا بودن در روی دور اومدم من فهمیدی کردم که ممکن نیست حجت نداره بعد با حجت استخبار تو سرتیفیکات شما کردی کار ممکن نیست خود کمیته دین فرهنگ خواست باید میگرفتیم بعد همونجا ما فهمیدم شما 10 دقیقه برید همونجا کچون گاز دادم فهمیدی کردم در طریق خونه خودم ما یگون کار زیادی نکردم فهمیدم چی حالتی به شما مثلا پیش آمد اون نمازگزارا اونهایی که در مسجد بودن چگونه به شما رفتار چی حرفایی رو به شما میزدن که شما سخت عصبانی شده بودید؟ خسته طرف من دعوای کردم که ما خوندن میگیریم تو کاری کن تنظیمی برای خود دی ما عصبم دولینم بالا میشه که ما عصبم جمع بودم سخت میشه من بعد گپ بیزه گفتم نه من در دل خونه خود گپ بیزه نگفتم من بیرون برم من بخشش اما خیلی بخشی میپرسم که برای حقوقتون نه که دیگر کارم قانونی است یگون من یگون وای ندارم که من این کارا بود کردن در کارا این کار باید میشه از این مسجد مهرآبادی که شما اون روز دیدن کردید و این حالت پیش آمد کدام سندای اون نمیرسید چگونه به غیر قانونی است آیا فعالیت دارد یا نه این حجتای رسمی نداشتن تخپاس رو داشتن و سرتیفیکات و همین خونه هم تخپاس رو میدن سرتیفیکات میدن یکی این مسجد اینا کمیته دین بعد هم ای فرهنگ قاضی در کارشون باید میگرفتن دام کوش میکردن بعد مسجد 5 وقته رسمی میکردن برای همین این مسئله این سنداش نمیرسید این نمیرسید همون چیزی که همون چیزو که باشن یگون وقت یگون کس به مسجد محکم کردن نمیتونن کوردورم نمیشه پیش نیوت کنن بعد جای فرهنگ پیش نیوت کنن وان که چی میشه دکتر مثلا کاری عاقبت چی میشه
همین فهمونا دیگه ممکن که حجت‌های توغری میشه همین که حجت‌های توغری شد چیزی که در کارشون گرفتن حجت‌های در کار مرحمت یگون که یگون چی نمیگم یک قشلودا 4 مسجد رسمی ای سو کلون همو یک دعوا میتونه یک قدم راهش مختون رفته دیده با فکر مکا که هم یاد کنیست مسجد جمعه خونهشون است خیر رمان همجا خونه هیچ کار ما نکردم نماز خونی مرحمت درست همجا خوندن یکی در مسجد رسمی خون. خب همونطور که شما دوستان دیدید این نفر بر رادیوی آزادی یک مصاحبه داد. در این مصاحبه می‌بینید در کمیته دین در میزی کوریاش قرار دارد و کمیته دولت امنیتی ملی حرفی برای او نگفت و او در آزادی قرار داشت و این باره کار خود را در این کمیته ادامه داد و حتی در اینجا ادعا کرد که تمام کارهای او قانونی بود و او با توفلیایش به مسجد به خانه خدا وارد شدن این قانونی بود و در مسجد را بستنش باید قانونی بود و تمامی کارهایی که قانونی بود، فقط اونی که حقارت کرد و او حقارت هم در داخل مسجد به گفته خودش نکرده است. ولی اینکه این چرا با پای افزولهایش یعنی با اون توفلیهایش به داخل مسجد در آمد پاسخ نداد و چرا حقارت کرد پاسخ نداد و گفت که اونها به من گفتن که این مسجد همه چیزش هست من سرم ویران شد. تو کارمندی کمیته دولتی امنیت تو کارمندی دین هستی و کارمندی دین کارش بستنی مسجد نیست، اومدن و گفتن است و کارمندان حفظ حقوق میتونن بیاین در حالت اجرا نکردن قرارهایی که شما قبول میکنید اجرا بکنن. یعنی شما کمیته دین حق اجرای قانون رو ندارد، بلکه وقتی که میای یک قانون رو قبول میکنید و میگوید در این مسجد بسته است و شما حق اجازت یا که اجازت رو نمیتید و بعداً دیگر کمیته وزارت کارهای خارجه است، کمیته دولت امنیتی ملی است و دیگر کارمندان مقامات میتوانند بروند در یعنی مجبور بسازند. یعنی نه کمیته دین نه کمیته فرهنگ اینا حقی مجبور کردن چیزی را ندارن. مثلا کدام مکتبی را بستن در کار، خب اینا میان یک مهر میزنن میروند، حقشون مهر زدن است. بعدن که اگر مهر شکسته شد مردم اومدن در اینجا درس خوندن، این کاری کمیته دولت امنیتی ملی و یا اینکه کارمندان حفظ حقوق داخلی یا چه بقول وزارت کارهای داخلی باشد اونها میآیند طبق اساس قانون بعد مجبور میکنن که نه دیگر در اینجا کسی حق نداره چون اسنادهاش نیست. این شکایت کمیته دین میتواند انجام بدهد که یعنی شهروندان فلان ساکنان فلان منطقه به قانون به کاغذی که ما دادیم عمل نمیکنن و بازم در همون مسجد مثلا نماز رو ادامه میکنن، بعد میتونند کدام اداره دیگری بیرون در اینجا دخالت کنند. حالا اینی که این نفر غیر قانونی سر من دم شد گرم شد نمیفهم این مسئله در زبان حکومتی شنیده نمیشود. یعنی در مسئله حکومتی یک حکومتی حقی ندارد که بیاید با شما حقارت کند نمیفهم فلان بد رفتاری کند. کارمند حکومتی زبان و ادبیات دولتی را باید رعایت کند. او وقتی که میآید با همون لفظ دولتی با شما صحبت میکند میفهماند با زبان دولتی که فلان 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 چیزها قبول کرده شد و میرود. بعداً کارمندان حفظ حقوق میآیند و اونها میتوانند چیکار کنند مجبوری مردم را از جای پراکنده کنند و اونها میتوانند از این نیرو استفاده کنند. فرض مثال اگر که همین انسانی که اینجا اومده است که نه سلاح به خود دارد نه مثلا این یک کارمندی کمیته دین است یک زد خورد وزبین شود و بتوانند کارمندانی و بتوانند همون نمازگزاران از عصب و اینی که اینا حقارت کرد به این زد خورد کنند این را به قتل برسانند. با کجا این کار رسیده میشه؟ چند نفر میره زندان میشه چون این را به قتل رسانیدن. به خاطر چی؟ چون وقتی که در داخل مسجد میان به تو به خدا به رسولت به مسجدت حقارت میکنن به خدا حقارت میکنن دیگر این جایش نیست که دیگر انسان بتواند اون نفسش رو کنترل کنن. میتواند یک خود اون مردکو را من بسیار پرصبر میشمارم که خیلی صبر داشتن که حرفی نزدن. اگر من میبودم حتما این را لطوکوب شتلتش میکردم پدر سوخته در اونجا نمیموندمش این طور برود. نه خودتو بی خدای من را حقارت کنی من خاموش بیستم تو رو نگاه کنم 100% که من این را لطوکوب میکردم برای گمش تو کی
کدام انسان را لطو کوب کرده نمیشد؟ کسی که کارمند مقامات است و در دستش سلاح دارد، چون میدونستی که سلاح دارد اگر حوز عزت ترش برید رو میزنه. پس کارمند مقامات و حفظ حقوق که میداند که چگونه رفتار کرد. حالا کارمندان مقامات حفظ حقوق تاجیکستان در بینش اشخاصی خوب هم وجود دارد، ولی بیشترش متاسفانه بد اخلاق ترین هستند و از اینم بد اخلاق ترن. ولی اونا میتواند بد رفتاری کنند، ولی بازم کارمند حفظ حقوق میتواند بیاید چکار کند، در او رو مهر بزند و بگوید که هر کسی که مثلا این در این مسجد رو باز میکند، مثلا فلان وقت دارد که من زندان میکنم، دیگه مردم شاید این کارو نکنند. ولی یک کارمندی عادی کمیته دین، چون این کمیته فرهنگ، چون این حق رو ندارد و باید طبق اساس همین چیز این نفرش کار میکردن، میبردن زندانش میکردن. ولی میبینیم که این نفر در آزادی است و حالا در آزادی گشته است. حالا یک اخبار دیگری نشر در یک آژانسی نزد دولتی در اخبار آزادی نشر شد که نسبت این نفر یک پرونده گویا باز کردن و این نفر باید تنبیه داده میشد، تنبیه گرفته میشد، نمیفهمم فلان بسمدان. ولی ما باز دیدیم که همین نفر در کار خود ادامه داد و هیچ مشکلی به این ایراد نشد. بیاین یک مقاله دیگر رو نگاه میکنیم. این مقاله جدیدی است که از در رادیو آزادی نشر شده است. این مقاله این جدید است. در مقاله جدید شما میبینید که در اینجا نوشته شده است که جزا برای رانندگان هنگام مستی به کسی که در مسجد رودکی جنجال کرد. دوامش ناظران راه دوشنبه شاکر خالدارov یک مسئول سابق بخش دین و تنظیم رسم آیینی در جماعت چاریک در ناحیه رودکی که رفتارش در یک مسجد جنجال چند سال پیش سر و صدای زیادی را برانگیخته بود، با اتهام رانندگی هنگام مستی بازداشت کردند. ریاست امور داخلی دوشنبه روز 1 سپتامبر خبر داد که شاکر خالدارov راننده ماشین خونده در حالت مستی بازداشت شد. نظری نزدیکان و خود او معلوم نیست. مقامات به منصب او هیچ اشاره نکردند و روشن نیست که او کجا کار میکند. دقیق است که دیگر در کمیته دین کار میکند. شاکر خالدارov ممکن است بیش از 22,000 سومانی جریمه بندند و با یا 15 روز حبس محکوم کنند. نام این فرد ماه اکتبر سال 2017 سری زبانها شد، چون او وارد مسجد دهه مهربود ناحیه رودکی شده نمازگزاران را دشنام قبیح میکند. او در ویدیویی که نشر شده بود ادعا میکرد که این مسجد دهه غیر قانونی است و ساکنان با وجود منع عبادت در آنجا نماز میگذارند. مقامات آن زمان گفتند که خالدارov جریمه بسته، تنبیه دادند، ولی به کارش ادامه میدهد. حالا اینجا ببینید که در همین جا دقیقاً گفته شده است که در اون زمان تنبیه گفتن میتیم ولی به کارش ادامه میدهد. یعنی این نفر میتونه تنبیه بگیرد ولی به کارش ادامه میدهد. در اون زمان خود کارمندان همون نهادهای دولتی ادعا گفتن آشکار بیان کردن که این نفر تنبیه میگیرد ولی به کارش ادامه میدهد. ولی شما میبینید که چرا کسی که به مردم چنین تحقیر میکند، در حکومت کار میکند، جزا نمیگیرد؟ سبب در چی است؟ چرا برای شهروند عادی در حالت رانندگی چنین جزای بلندی رو میبینند به این نمیبینند؟ اگر یک نفر و یک کارمند حکومت دست دراز میکرد چه اتفاقی میافتاد؟ یک نفر در مسجد با امام خطیب سید مکرمی رزیل یک نمیفهم یا شپات زد یا اینکه یک بار طرفش دوید، گفتن که او تروریست است، افراطگرایی است، فلان بسمدان است، بردن به 20 سال زندان محکومش کردن. ولی این نفر کارکن کمیته دین میرود برعکس خانه خدا را به پاهای کثیفی پای افزایش وارد می شود، مردم رو دشنام می کند، خدای مردم رو دشنام می کند، ملا امام مسجد رو دشنام می کند و باز می آید در همین کمیته دین کار خود رو ادامه می دهد. و بعد از چند مدت مشخص می شود که حتی می هم می خورد، مینوش هم هست. خب در کمیته دین هیچ کار می کند؟ مگر کمیته دین جای مینوش هست؟ او روز یک نفر با من صحبت میکرد در کارمندان مقامات. او به من گفت که هر کسی که
در مقامات کار میکند تقریبا 99 از 10 می می نوشند. بدون می نوشیدن در مقامات کار کردن نمی شود. بدون می نوشیدن کار کردن نمی شود. هیچ کارت پیش نمی رود. می ننوشی کارت پیش نمی رود. خیلی میگه اشخاص های اندکی هستند که با داشتن تقه و فلان بسمدان میتوانند بدون می کار کنند. اکثریتی کارکنان مقامات حفظ حقوق و دیگر کارمندان حکومتی می نوش هستند. چرا می نوشند؟ چون بدون می وظیفه گرفتن نمیتونن، بدون می ارتباط برقرار کردن نمیتونن، بدون می شناس پیدا کردن نمیتونن. پس هر روز اینا چیکار میکنن؟ می نوشن. عبدالسلام اودینزاده یکی از پزشکان مشهوری توجیک رشمو در یاد دارد که وقتی که به تاجیکستان سفر کرد او شهروند استرالیا را داشت و در استرالیا بعد از زندگی طولانی تصمیم گرفت که به تاجیکستان بر بگردد و برود در دانشگاه در تاجیکستان در بیمارستان خدمت کند و در تاجیکستان زندگی کند، ولی در بیمارستان او را نگرفتند، ولی در دانشگاه طبی او همچون آموزگار همچون معلم کار میکرد و بعد از مدت او از تاجیکستان دپورت کرده شد به استرالیا برگشت و در استرالیا یک روز یک مقاله ای را نوشت. در اون مقاله بسیار یک نقطه خیلی واضح و جالبی را در اونجا نشر کرده بود که گفت که وقتی که ما به مقام یعنی رفتیم در تاجیکستان در اداره که ششتیم و مدیر دانشگاه قبلی اومد گفت که این ملا کی است وقتی ریشی من ندید. وقتا بعدن گفتن که بعدن با اشاره کرد یک مهمان میآید، نه فلان مهمان کی باشد، بعد گفتن همی است. اوه گفت من فکر کردم یک دانشمندی فلان میاد، این ملا رو از کجا آوردید؟ میگه به مسخره. بعد گفت که ملا کی ریشت رو میگیری؟ بعد این دیگر ایستا گفت شوخی کردم، بعدن گفت که ملا من جدی میگم کی ریشت رو میگیری. این عبدالسلام اودینزاده رو مجبور کردن در تاجیکستان ریشش رو بگیرد و بعد از مدت بازم در یک نوشتجات خود بازم ذکر کرد که اینها به من مجبور کردن که می بنوشم. گفتن اگر می ننوشی جایی تو پیشرفت کردن نمیتونه، هر جایی که میرای یک می به پیش میارم باید می بنوشی. گفت که منی که از دست می نوشی توبه کرده بودم و گفتم تاجیکستان میرم تنها به خاطر یک چیز، برگردانیدن ایمان و دین و وظیفه خود که من بر بگردم همچون یک کشور و جامعه مسلمانی ایمانم قوی‌تر شود و مستحکم‌تر شوم در راه دین و به ملت دینم در تاجیکستان خدمت بکنم. کار برعکس شد. من دوباره کسی که در استرالیا به عرق و به این چیز توبه نصوح کرده بودم به دینم برگشتم، در تاجیکستان من برعکس شدم. خدا را شکر که همون دپارتاس شده، این بار اومدم در استرالیا باز در دین مستحکم‌تر پیش میرم و کسی مرا فرمان نمیتونه این کارو بکنه. یعنی در مقامات امروزه تاجیکستان متاسفانه همین سختگیری یعنی نوشیدن می، فحش دادن، حقارت کردن، الفاظ قبیح رو استفاده بردن وجود دارد و همیشه وجود داشت. هیچ زمانی در این اداره ها به کسی چیکار نمیکنن؟ خوبی نمیکنن. آیا گلبدین حکمتیاروف یاد دارید سبب قتل گلبدین حکمتیاروف که در بدخشان در چه صورت گرفت؟ در آن بود که همین گلبدین حکمتیاروف وقتی که یک خانومی بدخشانی میآید به پروکراتور وارد می شود، یک کارکن پروکراتور چیکار میکند؟ از این دختر در عوض تغییر دادن نام، در عوض کمک کردن از این درخواست میکند که بیا به من همخوابه شو. وقتی این جوان جسور، این گلبدین حکمتیاروف وقتی از این کار باخبر می شود، میآید به این کارمند پروکراتور درگیر می شود و جوانان زیاد جمع می شوند و این کارمند پروکراتور را مجبور میکنند که از اون خانم و از مردم بدخشان بخشش بپرسد و بالاخره مقامات قسم میگیرند و این گلبدین حکمتیاروف را به خاطر دفاع کردن از حق یک خانم، از حق یک خواهرش چیکارش کنند؟ برام به قتلش برسانند. یعنی مقامات تاجیک چی از کارمند حفظ حقوقش و چی از کارگر کمیته دینش، از چی از کارکن کمیته فرهنگش چیکار میکنن؟ از الفاظ قبیح استفاده میکنن. ما چگونه میتوانیم به همین اداره های دولتی شما باور کنیم، حکومتی شما وقتی که
پاکیزه ترین جا کمیته دین است، جایی که در اونجا امر معروف نهی منکر، نوشتنی فریضه های اسلامی و این فتواها از اونجا برآورده می شود. ولی بالاخره در آخرین نقطه میگویم که در اونجا مدهوشا مینوشا نمیفهمم هزار بد اخلاق ترین انسان ها در اونجا کار میکنن. ما چگونه میتوانیم از این پس به فتواهای شما ما اعتماد باوری کنیم؟ چگونه ما میتوانیم به کتابهایی که شما امروز مینویسید ما باور اعتماد کنیم؟ چگونه ما میتوانیم به موعظه های نماز جمعه شما ما باور کنیم وقتی که چنین شخصانی مدهوش مینوش بد اخلاق ترین و رذیل ترین انسان در این کمیته های شما کار میکنن؟ چگونه مردم مسلمان تاجیکستان کار کنن، باور کنن، اعتماد کنن؟ شرع آشکار بیان نمی‌دارد که خالدار و شاکر در کجاست این حال و در کجا کار میکند. چرا کمیته دین تا امروز نمیگوید که این را ما از این کمیته بدرقه کردیم و 7 پشت این دیگه در این کمیته کار نمیکند؟ چرا چنین بیانیه اینا بنویسید که مردم بفهمد که کمیته دین پاکیزه ترین جای مردم تاجیکستان است که در اونجا فتوای دین به خاطر خدا و رسولش برآورده می شود و به خاطر خدمت مردم، نه به خاطر ذلت مردم و از بین بردن مردم و به خاطر هدایت کردن مردم باید باشد، نه به خاطر از بین بردن حفظ شرف مردم و حفظ حقوق دینی مردم. شما چیکار میکنه در اونجا در کمیته دین؟ کجا را نگاه میکنه؟ این عالمایی که امروز میبراید خود را در مسجد و منبر خود را نماینده کمیته دین میگیرید، شما ما را با نادانی و با بیسوادی و جهل متهم میکنید. پس جاهل کی است؟ شما میگوید که ما بالاترین علم را داریم و ما میدانیم در کدام حالت چگونه فتوا بگیریم. آیا شما نمیدانید کسی را از کمیته دین خارج کنید؟ رئیس کمیته دین کجا را نگه دارید؟ شما توانستید به تلویزیون وصال حق برایت در اونجا از ناراضگی کمیته دین بیان کنید. نمیدارید یک بیانیه دیگه در سامانه رسمیتون بنویسید که همین نفر رو ما از کار راندیم دیگه در کمیته دین کار نمیکند. رئیس شورای علمای دین عبدالقادر کثیف، تو نمیتوانی برای امروز یک بیانیه نشر کنی، در یک فتوای در یک نماز جمعه امر معروفت بیان کنی که این نفر دیگه کار نمیکند. به خاطر بد گفتن این نمازگزاران ما را از کمیته بیرون کردیم. زورت نمیرسد، توانایی را ندارید. پس نمیگوید که من توانایی این را ندارم. از مردم یک بار بخشش نمیپرسید مگر؟ والله قسم عیب است، شرم از حیا کنید، ناموس کنید. آخر میفهمم که ترس دارید ولی ترس رو کنار بگذارید. در جایی که ناموس عزت است ترس رو دیگر کنار بگذارید. دیگر شما کجا نگاه میکنید؟ کارمند شما میره در مسجد تخارت میکند، در وقت ماشین رانیش مس به دستی کارمندان حفظی حقوق میخورد و شما نشستید در اونجا خاموشی را اختیار کردید و حرف نمیزنید. میدونید چرا حرف نمیزنید؟ به خاطر که شما همه چنین هستید، همه مدهوش هستید و مینوشید. از همون رئیس کمیته دین گرفته تا تمام از اونجا همه شما تقریبا عرق میخورید. اگر عرق نمیخوردید ایرا چیکار میکنید؟ از کار بیرون میکردید. چون این نازکی شما را میدوند. اگر به خاطر عرق خوردن، اگر به خاطر حقارت کردن ایرا بیرون کنید، این نازکی های شما را میگوید فردا میگوید که رئیس کمیته دین عرق میخورد، رئیس کمیته دین حقارت میکند، فلانی را حقارت کرد، خیلی نشر نشده است. پس نازکی یک دیگر رو میداند و به خاطر این کار نمیکنید، این حرف رو نمیزنید، بیرون نمیکنید این شخص رو. به خدا قسم عیبه، شرم است، حیا کنید. دوستان گرامی، میگذاریم به موضوع دوم دیگر. در موضوع کثیفترین انسان‌هایی که عرق رو میخورن و از نام دین به خاطر وظیفه استفاده میکنن دیگر صحبت نمیکنیم، چون به خدا خسته شدیم. امروز شان شرف دین رو کسانی به دست گرفتن که می مینوشن، بنگ میزنن، نمیفهم زنا میکنن، تمامی بد اخلاقی رو میکنن و خود را نماینده کدام نماینده دین میدارن. نمیفهمم که اینا پیروی کدام دین هستند. در تاجیکستان چند دین وجود دارد؟ پیروی کدام دینن که در کمیته دین با چنین الفاظ کار میکنن؟
اگر خود را مسلمان میدانند و پیرو دین اسلام هستند، دین اسلامی را در کجا اجازت داده است؟ حقارت کردن در دین مسجد و می نوشیدن، رانندگی کردن و نمیفهمم هزارها کارهای بد اخلاقی دیگری. ننگ و شرم بود بر هر کسی که در این کمیته کار میکند. اگر باز هم در هر کسی که در این کمیته کار کند، برای من اخلاق انسانی او دیگر زیر سوال رفت، شبهه رفت. هر کسی که در این کمیته موجود است و دفاع از این کمیته میکند، در ناموس داشتن تو من دیگر شک داره که تو ناموس انسانی و اسلامی داری. بگذاریم با موضوع مهاجرین مهنتی. دوستان گرامی و هموطنان عزیز و گرامی، متاسفانه قانون‌های جدید در فدراسیون روسیه قبول کرده شد که از روز 1 سپتامبر اونها مورد عمل قرار گرفتند و این قانون به زندگی هر یک شهروند تاجیکستان متاسفانه که در روسیه زندگی میکنند از سبب ناداری، از سبب ضعفی، از سبب بیماری، از سبب هر چیزی که دیگه نباشد، امروز حالتشون بدتر میشه و باید هم هر روزی، یعنی 3 روز پس باید گزارش بدن که در کجا قرار دارن. حتی یک برنامه ای را روس ها در شهر مسکو و مسکووسکی اوبلاست تهیه کردن که اون برنامه هر روز جای زیستی شما را یا هر کجای قرار دارید شما کار میکند به اون برنامه نشان میدهد و در صورت 3 روز او برنامه فعال نبودن و شما گزارش ندادنتان شما را در خطی همون اشخاصی غیر قانونی ثبت میکند و همون اسنادهای شما رو باطل میگرداند. این مسئله ها بسیار مسئله هایی است، نازکی است که ما با هم از رادیوی از پیروز با هم میخوانیم و میبینیم که این مسئله ها تا کجا میتواند حالت مهاجرین مهنتی تاجیک را تنگتر کند و علاوه بر این معلومات باشد که کسانی که تا امروز این معلومات را نداشتن به خود معلومات بگیرند. شیر بسیار مهم است، بسیار مهم است برای برادران و خواهران و کسانی که این برنامه را گوش میکنین و بعداً برادران نزدیکانتان در روسیه زندگی میکنن، حتما آگاه کنید که بسیار خطرناک است و باید هم از این برخوردار باشند این معلوماتی که موجود است. نگرانی برای مهاجران در روسیه. شرح پوره تغییر و الهه با قانونگذاری روسیه در سال 2025. کدام قانون روز 1 سپتامبر در مجموع در سال 2025 مورد عمل قرار گرفتند؟ در سال 2025 در قانونگذاری روسیه برای مهاجران مهنتی تغییر الهه‌های زیادی وارد شد. دوام سال بسیار از قاعده‌هایی که با وجود مهاجران و فعالیت‌های آنها مربوط بازبینی شدند. بعد تغییرات هنوز از آغاز سال حکم قانونی گرفتند. برخی دیگر تابستان و قسمی از آنها محض در روز 1 سپتامبر مورد عمل قرار گرفتند. در این مواد ما شرح و توضیح همون آنها را گیرآوری کردیم. از روز 1 سپتامبر برای مهاجران چه تغییرات یافت؟ از روز 1 سپتامبر در شهر و ولایت‌های مسکو مکان جایگیرشوی بود و باش مهاجران پیگیری میکنند. اکنون نفری که به روسیه برای کار میآید زمینه روستار بارگیری کند. این به چه معناست؟ دوستان گرامی نگاه کنید. اگر شما در روسیه قرار دارید، در مسکو و ولایت‌های مسکو، باید در همین برنامه روستار رو باید چیکار کنید؟ و در تلفن‌های خود بگیرید و در اینجا چیکار کنید؟ خود رو به قید بگیرید. بعداً خود رو باید در این زمینه به قید گیرید و اون به طور خودکار معلومات برای مکان بود و باش شخص رو به وزارت کارهای داخلی ارسال می‌کند. شما ببینید وقتی که شما این برنامه را در تلفن خود میگیرید، این برنامه اتوماتیکی هر جایی که شما قدم میزنید، راه رفته شده نشان میدهد که شما در کجایید و چیکار میکنید، کجا میروید، چی میخورید. یعنی هر کجایی که شما قدم میزنید این جای و روش شما رو چیکار میکند؟ با وزارت کارهای داخلی روسیه معلومات میدهد. و اگر شما در حدود 3 روز، یعنی اگر معلومات در 3 روز وارد نشود، مهاجران میتوانند از قید برآورده بر روی خط شخصی تحت نظارت داخل کنند و من بعد اخراج همیشه. ببینید وقتی که شما در این وارد شدید، یعنی شما تحت جستجو برنامه تحت نگریش چی هستید؟ وزارت کارهای داخلی روسیه هست. روسیه وزارت کارهای داخلی همیشه شما رو میبیند که در کجا قرار دارید. اگر شک کرد شما رو از همین روستار پیدا میکند و در کجایی که نباشه چیکار میکند؟ شما رو پیدا میکند و شما هر روزه چیکار میکنید؟ همین طریق اتوماتیکی یعنی خودکار خودی همین برنامه گزارش میدهد. اگر همین برنامه رو اودالیت کردید یا پاک کردید از تلفن خود، بعد از 3 روز چیکار میکند؟
مقامات شما را میتواند که در روی خط شخصان تحت نظارت داخل کنند و بعدا میتواند که شما را برای همیشه از قلمرو روسیه چیکار کند؟ خارج کند. پس دوستانی که امروز در فدراسیون روسیه قرار دارید و مخصوصا در شهر مسکو و ولایت های اون، لطفاً این کار را بکنید، زیرا میتونند نسبت شما پرونده باز کنند و شما را از قلمرو روسیه با هر بهانه‌ای خارج کنند و دیگر مطلبایی را که میتونند نسبت شما پیش بینی کنند. این زمینه برای آنها لازم است که برای کار، تحصیل، سیاحی اومدن و 90 روز یاد از روسیه می ایستند. با بالغان نسبی لازم نیست، یعنی که با کسانی که زیر 18 هستند لازم نیست. جاری گردیدن بوج‌های نو برای مهاجران از 1 سپتامبر روسیه برای مهاجران کاری بوج‌های نو جاری گردید و همچنین ارزش برخی خدمت‌رسانی مثل تمدید پاتن و یا از نو به قیدگیری این گران شد. یعنی در قلمرو روسیه دیگر مسئله پاتن ها، یعنی که اون وقتی که میرفتید شما به قید میگرفتید پاتن رو و دیگر اسنادهایی که شما براشون پرداخت میکردید، اونها گران شدن و همچنین پاتن هم در بخش از منطقه ها گران میشود یا گران شده است. به نوشته رسانه‌های روسی همکنون برای با حساب گیری شهروندان خارجی مخصوصا مهاجران در محله‌های بود و باش 500 روبل ستانیده میشود. تا این وقت این خدمت رسانی رایگان بود. یعنی همین مسئله که عین حال، یعنی مخصوصا کسانی که همچنان برای به حساب گیری شهروندان خارجی، یعنی جایی که شما به حساب میگرفتید، خود رو به قید میگرفتید، بی پول بود، عین حال دیگه برای شما کار میکنند 500 پول حکومت از این میگیرد. اون که کسی شما رو به قید میگیرد و از شما چند پول دیگر میگیرد، اون از دیگر حال معین نیست و شما میدونید که بعضی ها تا 3000 روبل، بعضی ها تا 1.5، بعضی ها تا 10000 روبل برای به قیدگیری میدادن و این حال این بازم سخت‌تر میشود و خودی حکومت از این پول میستاند. با نوشته رسانه‌های روسی همکنون برای بحث‌گیری شهروندی خارجی خواهی را خواندیم. همچنین از امروز شهروندان خارجی در روسیه برای تمدید مهلت اقامت موقتی 1000 روبل پرداخت میکنند. یعنی اگر شما موقتا 3 ماه زندگی میکنید، بعد از اون میخواهید که تمدید کنید، بازم برای تمدیدی همون که قبلا به پول بود، این حال 1000 روبل دیگر باز پرداخت میکنید. برای تمدید اجازه‌نامه برای کار پاتن یا از نو و قیدگیری اون اکنون 4200 روبل ستانیده می شود و اگر خواهید که نسخه پاتن رو بعد دست بیارید و یگان تغییرات به آن وارد کنید، 2100 روبل دیگر پرداخت میکنید. اگر باز هم یگان جو اشتباه کردید و یا که بخواید یگان تغییرات از این ولایت و ولایت دیگر یا جای دیگر، شما باز هم چیکار میکنید؟ 2100 دیگر وارد میکنید. همچنین مهاجران من بعد برای ثبت نام در مکان زیست 1000 روبل پرداخت میکنند. تا اکنون آن 420 روبل بود. یعنی وقتی شما پراپیسکا میکنید در جای زیستون، بازم با جای 420 1000 روبل دیگر پرداخت میکنید. این چیزای نوی هستند که وارد کرده شده. از آغاز سال 2025، خب این رو بخونیم. خب از 1 سپتامبر 2025 سرحدبانان این کشور میتوانند بدون شرح و افشای سبب ورود شهروندان خارجی را منع کنند. در توضیحات آن به مقصد تامین امنیت فدراسیون روسیه ماده 27 قانون فدرالی رقم 1014 گفته شده است. این قاعده میتواند حتی با شخصانی که دخل کنند که پیشتر بدون مشکل طریق روادید یا رجع به روادید به روسیه رفت و آمد میکردند. یعنی از روز 1 سپتامبر یکی از بدترین قانونایی که قبول کرده شد این است که میتواند هر لحظه هر کسی رو که وارد روسیه می شود بدون یگان توضیحات، هر یک کارمندی مثلا مرزبان میتواند ترش کار کند، دپارتاسیون کند و برگرداند به تاجیکستان بره. حقی دارد که بدون یگان توضیحات، حتی هیچ حرفی نزند. تو را یک مثلا اگه مهر میزنند میگه برگرد بره تاجیکستان. یعنی هیچ چیکار نمیکند، هیچ قانونی را برای شما توضیح نمیدهد و هیچ حرفی برای شما نمیگوید. میتواند دپارتاسیون کنه بره تاجیکستان و در تاجیکستان بعد دیگه نمیفهم بونم فامیلی باز میکنه، میگه بود دوباره مشخص نیست، ولی به هر صورت این مسئله پیش میاد. این چند قانونی بود که در سال 2000 یعنی از 1 سپتامبر با کار گرفتن و دیگر قانونایی است که از سال 2025 از 3 ایون. خب این قانون جدید است، از این نشون میخونیم و بعدا میبینیم که باز چندین قانونای دیگه است که موجود است. از آغاز سال 2025 چه تغییر و الهه وارد شده بود؟ از 3 ایون سال 2025 برای خارجیانی که به روادید به روسیه وارد میشوند تهیه سیم و پروفایل یا رقم
حتمی شد. یعنی هنگام گذشتن سرحد طریق فرودگاه یا دیگر نقطه عبور، مهاجران باید معلومات بیومتریکی خود از جمله صورت روی و ایزی انگشت را سپارند. این معلومات زمینه مخصوص موبیلی گسوسلوگ رو آیدی وارد کرده می شود که جهتی تیزتر گذشتن از نظریات سرحدی کمک کرده شهروندان خارجی را در نظام رقمی به حساب میگیرد. سیمای رقمی به مقامات درباره کی و کی به کشور وارد شدن معلومات میدهد. کودکان سن تا 6 سال شهروندان بلاروس و چند دیگر کاتگوری‌های دیگر استثنا میباشند. خب آگاهی برای وجود طریق زمینی گسوسلوگ رو آیدی. از ایون سال 2025 شهروندان تاجیکستان حداقل 72 ساعت پیش از ورود خود بر روسیه طریق زمینی موبیلی گسوسلوگ رو آیدی با مقامات روسیه آگاهنامه پیشنهادی میکنند. در حالت تعجیلی مثلا بیماری و مرگ خویشاوندان نزدیک به پیشنهاد آگاهی 4 ساعت و 4 ساعت تا ورود گردیدن اجازه داده می شود. پس از پیشنهادی در خود در زمینه که رمز ساخته می شود که ضمن ورود آن را پیشنهاد کردن ضرور است. آگاهنامه در مهلت 90 روز از زمینه پیشنهاد آن عمل می کند. خب محدود کردن مهلت بود و باش. ریچه این قانونی که جدید قبول کردن دوستان گرامی چندی پیش هم در رسانه‌ها نشر شده بود که شما یک برنامه رو به نام رو آیدی هم در اینجا گذاشتن گسوسلوگ رو آیدی در تلفن خود نصب میکنید و از اینجا 3 روز پیش از ورود شدن به فدراسیون روسیه برای تست کردن سندهای خود عکس بگیره و معلومات خود رو وارد میکنید. این میتواند برای پیشبردی تمام موادهای خود کمک برساند. اما حالا دقیق نیست که این چی سختی هایی را به مردم وارد میکند و اگر مهاجرانی که در اینجا باشند در نظریات میتوانند اونها فکر و نظر خود رو بیان کنند که این رو آیدی این برنامه که اینو وارد کردن چی سختی هایی را دارد و چرا میتواند برای مردم مشکل ایجاد کند و چی خوبی هایی را داشته باشد میتونند در نظریات بنویسند. ما بعدا نظریات رو یک نظر میکنیم و در این مسئله بازم صحبت میکنیم. خب محدود کردن مهلت بود و باش. ریچه بدون روادید به استقامت دوم در روسیه حقوق نمیدهد. آن تنها وارد شدن را با مهلت کوتاه صادر میکند. قبلا شهروندان تاجیکستان میتوانستند تا 180 روز در این کشور بود و باش کنند، اما از 1 ژانویه سال 2025 مهلت بود و باش داده تاجیکستان تا 90 روز در یک سال محدود کرده شد. یعنی روسیه از 180 روز یک شهروند تاجیکستان میتونست در قلمرو روسیه باشد، او را با 90 روز در یک سال محدود کردن. این به این معنی است که یعنی شما اگر 90 روز بیشتر بمونید مثلا شما بدون یعنی پترن نداشته باشید به شما چیکار میکنن؟ مشکل ایجاد میکنن و این بهتر است که اگر شما برای سفر این که اون کاری دیگه رفتید کاری که شما پول کار نمیکنید مثلا تاجر هستید و غیره اون باید حتما چیکار کنید روسیه را در این مهلت ترک کنید. تمدید مهلت عهد نیکا با شهروندان روسیه برای دریافت RVP. قبلا برای دریافت اجازه زیست و موقتی RVP در روسیه 1 سال داشتن عهد نیکا با شهروندان روسیه کافی بود. از 25 ژانویه سال 2025 مهلت دراز کرد. اکنون برای انجام رسمیات اجازه زیست موقتی RVP با ترتیب صادر شده نه کمتر از 3 سال در عهد نیکا قرار داشتن لازم است که برای به طور صادر شده زندگی کردن در روسیه حقوق پیدا میکنید. یعنی اگر قبلا شما میتونید با یک نفر ازدواج کنید که اون نفر شهروند روسیه گیرد 1 سال بس بود، اکنون شما میتونید که 3 سال بخیر در عهد نیکا یک نفر بمونید و بعدا اون میتونه چیکار کند با همون اجازه موقتی که پیاس با او درخواست کند و او رو بگیرد. جریمه ها برای حضور غیر قانونی مهاجران در روسیه زیاد کرده شدند. برای نقض قاعده‌های ورود و خروج به روسیه اینچنین رعایت نکردن شرط‌های بود و باش یا اقامت شهروندی خارجی در قلمرو این کشور همچون جریمه تا 5000 روبل زیاد کرده شد. بیشتر همچون جریمه حد نهایی 10000 روبل رو تشکیل میداد. این حال این چیز بالاتر شد. شدید شدن نظارت بالای کارفرماها. از سال 2025 نظارت از بالای کارفرماهایی که شهروندان خارجی رو کیرا میکنن نسبتاً جدی‌تر شد. اکنون شرکت و یا صاحبکار خصوصی در مهلت 3 روز باید به وزارت کارهای داخلی از قبل از کار آزاد کردن مهاجران آگاه کند. غیر از این کارفرماها باید خودشان مستقلانه پتن یا اجازه‌نامه برای کار داشتن مهاجران را سنجند تا که قانونگذاری مهاجران رعایت کرده شود. این چاره برای کاهش حالت‌های غیر قانونی به مشکل به کار
مشغول بودند و بلند برداشتن مسئولیت شرکت‌ها بر رعایت قاعده‌های بود و باش شهروندی خارجی در روسیه روانه شده است. یعنی اکنون دیگه هر یک شرکتی که شما را به کار میگیرن چیکار میکنن دیگر حق دارد که از شما پتنت بپرسد و پتنت شما را نظارت کند و بعداً چیکار کند به مقامات تصمیم زنگ بزند و از مقامات ببیند که این پتنت شما پتنت یعنی خوب است، فیک نیست و جعلی نیست و بعد از اونی که پیدا نکند که این پتنت جعلی نیست بعدا شما رو به کار میگیرد و تا اون زمان حقی دارد که شما رو به کار نگیرد تا این زمانی که او این رو دقیق نکنه. یعنی این چندین قانونی است که متاسفانه در فدراسیون روسیه نسبت مهاجران مهنتی چاره‌بینی کردند و این واقعا متاسفانه حالت مهاجران مهنتی رو بسیار سخت‌تر می‌کند. اگر ما نگاه کنیم برادران و خواهران عزیز و گرامی قدرم، از سال 1999 از 2000 تا این حال حدود این سال 2025 است، تقریبا حدود 26 سال میگذرد و از اون سال مهاجران مهنتی خیلی زیاد شدن. یعنی بعد از جنگ شهروندی روند مهاجرت ما خیلی زیاد شد، چون در سال 1997 در تاجیکستان صلح شد و تمام کسانی که در افغانستان بودن برگشتن و در تا سال 1999 خب امید و آرزوی مردم تاجیکستان وجود داشت که تاجیکستان آباد و آزاد میشه و ما میتونیم در تاجیکستان یک زندگی آسایشته داشته باشیم و اقتصادی خوبه. ولی بعد از 2 سال دیدن که دیگر وضعیت اقتصادی بدتر می شود و حکومتداران ما در تلاش حفظ اقتصادی کشور نیستند بلکه در فکر دزدی غارتگری هستند و وقتی که سال 1999 ایمالی رحمانوف در انتخابات پیروز شد دیگر مردم ناامید گردیدند و سپس از اونجا مهاجری مهنتی شروع شد و بعد از این روند یعنی طول 26 سال اخیر ما میبینیم که متاسفانه هر سال قانون‌های جدید در مقابل یا قانون‌های نوی در مقابل مهاجران مهنتی و یا شهروندان تاجیکستان قبول کرده می شود که این قانون‌ها بسیار حالت بود و باش مردم رو سخت‌تر می‌کند. ما اگر ببینیم تا سال 2000 تقریبا 4 در حدود روسیه قلمرو روسیه اصلا هیچ اسنادی نیاز نبود، فقط با یک پاسپورت داخلی تاجیکستان سفر میکردید به روسیه و شما اصلا نیاز به هیچ چیزی نداشتید که شما خود رو به قید بگیرید به قید نگیرید و قانونی چیزی وجود نداشت. و بعد از سالهای 2004 استتر یک سند به نام اجازتنامه کاری یا که رزرشن نرابوتا یک کاغذ یک اسناد 1 ساله آماده کردن که اون کاغذ میتونید برای شما اجازه بدید که 1 سال کار کنید و این یک محدودیتی وارد کردن که او را آماده میکردید. بعد از اون خب بعد از این دیدیم که سال 2006 و 7 بود اجازه یا 6 بود پراپیسکا یعنی که رئیست یا اینکه یک اجازه یعنی بود باش زندگی 3 ماهه را وارد کردن که هر 3 ماه اول وارد کردن که بتونید هر لحظه که بیای خود رو به قید بگیره بعدن این رو کردن 3 ماه در سال 2006 و 7 و همین طریقتی حالت مهاجران رو تنگ کردن و بعدن وطن پتنت جوری کردن و رزرشن نرابوت را از بین بردن و این پتنت رو پرداختش رو ماهانه کردن و بعد از این پتنت ها زمون بینید که با پراپیسکی 3 ماه و مرز گذاشتن و هزارها قانون‌های دیگر و ما می‌بینیم که هر روز حالت مهاجرین مهنتی رو چکار میکنن تنگ میکنن. برای همین همجوران و هموطنان گرامی و اگر شما در فدراسیون روسیه قرار دارید و زیر این فشارها هستید برای خود چکار کنید جویای کار شوید. من یک چیز رو برای شما نشون میدم این حال که بسیار برای شما شاید ساده در نظر برسد ولی بسیار شاید زیبا باشد که یک نفر یک تاجیکستانی میتواند چکار کند. ببینید این نفر به مانند اکثر مهاجران مهنتی در فدراسیون روسیه بود. همین نفری که شما در روی اکران خود میبینید مثل همه شما در فدراسیون روسیه بود و بیایید ببینید که از فدراسیون روسیه اخراجش کردن چه کارهایی را انجام داد. محمد خواجه‌زاده از روسیه راندن، در امریکا کار و شهرت یافت. ببینید میلیون ها کار. خب بیا نوارش رو تماشا کنیم، بهتر خوبتر نوارش رو تماشا میکنیم. بیا نوارش رو تماشا کنیم. محمد خواجه‌زاده در این ماشین را باز نموده برای صاحبش به جای کلید شکسته و یا گم شده کلیدی نو می سازد.
این کار در اینترنت هم پخش شده برای خواجه‌زاده هزارها هوادار و بیننده جمع می‌کنند. در دوام 2 سال کار در امریکا این مهاجر تاجیک به یک ستاره شبکه‌های اجتماعی تبدیل یافته است. قبل از هجرت به امریکا خواجه‌زاده در روسیه و دبی کار و زندگی کرده است. در شهر تیومن روسیه آشخانه و تجارت موفقه را اندازی کرده بود. اما این دستاورد به خواجه‌زاده دردسر احساس می‌کردم که موفقیت من در صاحبکاری به مقامات پسند نیست. بعضی‌ها می‌گفتند که تو چی فکر می‌کنی؟ اومدی اینجا پول کار می‌کنی و ما تماشا خواهیم کرد. در امریکا باشد فکر می‌کنم کسی کار ندارد. همچون مهاجر هیچ فشاری احساس نمی‌کنم. اینجا می‌توانی درآمد به دست آوری، ثروتمند شوی و نترسی که تعقیب می‌شوی. خواجه‌زاده برای مشکل ناچیزی در سندهایش از روسیه اخراج شد. بعداً به امریکا مهاجرت کرده کسب قفل‌سازی اتومبیلی را اختیار نمود. به همین وسیله او یک کسب مکانیکی را به هنر تبدیل داد. خواجه‌زاده در نوارهایش با شوخی و سخنان شیرین نازکی‌های بازنمودنی در این ماشین را تعلیم می‌دهد. Уже не первый раз такая ситуация. Я приезжаю, говорю, что случилось? Говорит, мы потеряли ключ. Это что? خواجه‌زاده سر موفقیتش را این طور شرح می‌دهد. من صمیمی هستم. نوارهایم را توسط دوربین پخش می‌کنم که در عینک نصب شده است. هیچگاه صحنه‌سازی نمی‌کنم. نقشی نبودن نمی‌آفرم. دائما صمیمی هستم. طوری معلوم می‌شود صمیمیت مالی سرخریدار بوده است. شهرت در شبکه‌های اجتماعی امکان داد که خواجه‌زاده برای مهاجران دیگر مکتب قفل‌سازی بنیاد نماید. حالا تحت رهبری او 3 مکتب تعلیم قفل‌سازی عمل می‌کند. فعلا بخش اساسی تعلیم در شهر میامی فلوریدا می‌گذرد. بعد درس خواجه‌زاده و شاگردانش غذای با لذت آماده نموده در لب حوض استراحت می‌کنند. در اینجا نه کار داشتم و نه شناسه. تکثیرانی و انتقال غذا را بر عهده داشتم. من از خواجه‌زاده می‌ندارم که به من چنین شانس داد. ما دوست شدیم. او مرا به نوزیک‌های قفل‌سازی آشنا کرد. من همچون استاد در مکتبش تعلیم می‌دهم. خواجه‌زاده درباره آینده زیاد فکر نمی‌کند، ولی یادآور می‌شود که آدم باید بعد هر 5 سال هنری نو و کسب نو از خود کند. خب دوستان گرامی، این نوار را شما دیدید از رادیوی آزادی و دیدید که انسان باید ترس هر روز داشته باشد از اینه که اگر من امروز از فدراسیون روسیه دور رفتم و من در دیگر کشورها چیکار میکنم. دوستان گرامی هیچ وقت ترس هر روز نداشته باشید و برای رزق خود را پیدا کردن هر جایی میتونید شما در هر جایی را کتک بزنید و وارد اون کشور بشید. و من از همه شما همچون یک برادر کوچک شما برای شما توضیح مشورت میتیم که شروع کنید با زبان آموزی. ببینید اول کدام کشور سفر کردنی هستید و در کدام کشور برای شما امکانیت فراهم می شود و کوشش کنید زبان اون کشور را در حد میانه بیاموزید. این کار خیلی ساده است. امروز همون برنامه‌هایی که زبان آموزی است خیلی وسیع شده است. از پلی مارکت و یک اپ استوری میتونید اینها را در تلفن‌های خودتون بیارین و یعنی بآموزین زبان و زبان اون کشور را بآموزین و بتونید به اون کشور سفر کنید. امروز خیتو کشور پیشرفته ترین است و در خیتو شما میتونید با زیاد کارهای مشغول شوید که میتواند اون درآمد خوبتری یا برای شما بیارد و خیتو نزدیکتر کشور تاجیکستان است و شما زود میتونید بیایید و مشکلی برای شما ایجاد نمی‌شود. شما میتونید با ژاپن سفر کنید. ژاپن یک کشور پیشرفته است و شما میتونید بسیار نوزکی‌هایی دارد که شما میتونید از اونجا به تاجیکستان بیارید. این از اون نوزکی‌ها بآموزید، نوزکی اون کشور رو بیارید در تاجیکستان چیکار کنید کار بفرمایید و میتونید در اینجا یعنی خوب پیشرفت کنید و پول خودتون در بیاورید. و امریکا و اروپا و دیگر کشورها شما کوشش کنید به یک کشور سفر کنید بآموزید. هراس نداشته باشید که نه من در فدراسیون روسیه کار میکنم و اگر در اینجا نمونم برای من هیچ آینده وجود ندارد. ببینید که مجبور از روسیه بیرونش کردن، دیپارتاسش کردن و حوزه در آمریکا نه تنها اینی که کار خود را پیش میبرد بلکه مکتب ساخته است و دههای دیگر رو میآموزد که چگونه کار کرد و چگونه پیش رفت.
بس شما را میتوانید با فکر خود با معنی خود کار بکنید و هیچ وقت همین کتاب را از میز خود دور نکنید. همیشه یک کتاب در روی میز شما باشد و همیشه پشت مطالعه باشید و هیچ وقت فکر نکنید که شما میتوانید در روی یک کسب سالها بشینید. 3 سال یک کسب رو کار کردید، 4 سال یک کسب رو کار کردی، بگذر به کسب دیگر، این کسب رو بیاموز به یک کسی دیگر، یک کسب جدید دیگری بیاموز که او بعد از 5 سال 4 سال دیگر بهتر می شود و از او کسب با پول بیا او را که آموختی، او کسبی که پول درآمد شد طلبگارش زیادتر می شود، او رو می‌آموزی به یک کسی دیگر، بو میگذاری به کسب دیگر. این طریقت خودت رو رونق میدی، می‌آموزی و پیشرفت میکنی. اون زمانی است که شما میتونید انشالله امینین که به هدف اساسی خودتون برسید. از پشت ایستادن در روسیه، از پشت فقط به خاطر خانواده رو کار کردن و ایستادن زحمت کشیدن شما پیشرفت نمیکنید، بلکه شما باید تمام فرصت هایی که دارین استفاده کنین. فرصت هایی که امروز مهاجران مهنتی تاجیک دارن استفاده نمیکنن. کمکاری که در روسیه دارین، شما در یک روز در روسیه بعضی وقت 8 ساعت کار میکنین، 12 ساعت دیگر برای خودتون دارین. از این 12 ساعت شما 2 ساعتش رو برای مطالعه مصرف نمیکنین که بتوانین یک کسب جدیدی رو در 2 ساعت دیگر بیاموزید. شما اگر بتوانین در 2 ساعت بیکاری خود، در 1 ساعت بیکاری خود شما یک کورس آنلاینی بگیرین که بتوانید این کورس آنلاینی برای شما یک کسب بیاموزد. امروز هزارها کورس‌های آنلاینی هستن که برای شما کسب میاموزه. کسب آموختن بسیار ساده شده است. یک آموزگار امروز در خطای نشسته است، برای شما چیکار میکنه؟ کسب میاموزه. در امریکا نشسته است، برای شما طریق آنلاینی کسب میاموزد. معلم است و کسب میاموزد. شما این کسب رو میاموزید و خود آموختن میرید در یک جا یک تجربه رو باز میکنید و کارو پیش میبرید. مثال عادی همین کاری را که همین برادر ما در امریکا میکنه، همین کورس همین رو آنلاینی میگیرید، یک قلف در خونه‌تون بگیرین، بیاموزین و برین مثلا تجارت این رو انجام بدین در روسیه و در دیگر کشورها. و هر تجارتی را شما میتوانید چیکار کنید و هر راهی را شما میتوانید طریق آنلاینی اول بیاموزید و بعدا برای کار کنید. ولی متاسفانه مردم ما اهل مطالعه نیستن و این باعث میگرده که متاسفانه همه ما در اون بطلاقی که خود ما کشیدیم در اوج قرار بگیریم. یعنی زیستن در تحت فشار در کشورهایی که فشار میارن بالامون، در کشورهایی که ما رو چیکار میکنن؟ احترام نمیکنن و از اونجا یک رزق خیلی کوتاهی پیدا کردن به خانواده خودمون رها کردن و به این طریق ما پیشرفت نمیکنیم. به این خاطر دیگه برنامه رو طولانی نمیکنم، شما رو به خدا میسپارم. پروردگار همه شما رو حفظ کند و ما طول 1 ساعت میشه در پخش مستقیم بودیم و برنامه کوشش میکنیم طولانی تر نشود. اگر برنامه کوتاه باشد، جالب باشد، بیننده هم زیادتر تماشایش میکند و زیادتر هم بیننده میبیند و این طریقتی شاید بیشتر ارزش پیدا کنند، چون برنامه ها خیلی زیاد میشوند و وقتی که برنامه زیاد میشوند ارزشش از بین میره و یک از سببایی که بسیار برنامه ها ارزششان کمتر شد این سبب بیشتر برنامه کردن بود. به همین خاطر ما کوشش میکنیم که از این پس برنامه ها رو خیلی کوتاه کنیم و روشن واضح، تا اینی که همه شما بتونید یک معلوماتی روشنی بگیرید و خودآگاهی خود را بیشتر کنید، انقلاب فکری را در قلب خود جای کنید و کوشش کنید که به دیگران برسانید و به یکدیگر کمک بکنیم که بتوانیم آینده یک تاجیکستان آزاد بسازیم که در اونجا هر کسی بتواند بر روشنایی زندگی کند و شایسته سالاری در مابین ما وجود داشته باشد. پروردگار همه شما را حفظ کند، در امانش نگه بدارد و مهاجران مهنتی را برایشان آسانی بیارد و برای مبارزین، مخالفین و تمام مجاهدین راه آزادی پیروزی را نصیب گرداند. شما را به خدا میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.